پسرکم، بدان که تو برای آخرت آفریده شدی، نه برای دنیا، و برای رفتن نه ماندن، و برای مرگ نه زندگی، و در جایگاه کوچی و در سرای موقت بر سر راه آخرت. تو تحت تعقیب مرگ هستی که گریزنده از آن رهایی ندارد و خواستار آن هم از دستش نمیرهد و ناگزیر آن را در خواهد یافت. پسرکم، برحذر باش از این که با دیدن دلبستگی دنیاداران به آن و آزمندی و به هم پریدن آنان بر سر آن فریب خوری، زیرا خداوند تو را از حال دنیا آگاه گردانیده و دنیا خود نیز از خویش تو را با خبر ساخته و زشتی‌هایش را برای تو آشکار کرده است. دنیاداران سگانی پرسر و صدا و جانورانی درنده‌اند. برخی بر سر برخی دیگر زوزه می‌کشند و زورمندان آنان بیزوران ذلیل را می‌خورند و بزرگ‌ها بر کوچک‌ها چیرگی می‌یابند. چون شترانی هستند که دسته‌ای پای بسته و گروهی دیگر یلند که مهار خود را نابود و راه خود را گم کردند.